یه نوجوان مظلوم ایرانی توی شیشه پر از سم. این رو میگم چون اکثرا خانواده هامون سمی هن و خونه ها بیشتر شبیه مسابقه بقاست. همه روزها از شروع تا پایان مثل مسابقه مورتال کامبته. باید دفاع کنی، جا خالی بدی، گاهی هم باید ضربه بزنی، ولی در کل بیشتر میخوری. نوجوانا اکثرا اون کاراکتری ان که نصف جونشون رفته، از اون ورا مامان بابات با فنهای خارق العاده نصیحت و قرهای 24 ساعته نفلت میکنن. تو پاکه چه عرض کنم، کل روز یه جنگ بزرگه. پاشو ساعت 6 لابد میخوای تا ظهر بخوابی. مامانت نمیدونه که 4 صبح خوابیدی و نمیتونی هم بگی که کلا 2 ساعت خوابیدی، چون همون رو سوژه میکنن و میزنن تو کلت. قانون اینه که تو زیاد بخوابی الاف و بیکاری، ولی اگه بابات زیاد بخوابه بیچاره کار کرده خسته است، صدا نکن بیدار نشه. خلاصه مکافات اول تموم میشه و شروع میکنن به پهن کردن میز صبحونه که نه میز مذاکره. البته میز مذاکره هم نه، دادگاه. اولش یه صحبت ساده بین پدر مادر هست که مثلا میگه چرا تخم مرغ سفت پختی، من شل دوست دارم، یا اینکه چرا نون نداری. مامانت هم جواب میده که خب میرفتی نون میخریدی، نون تازه میخوردی، تو همون گوشه داری تخم مرغ تو میخوری و کاری هم به هیچ کی نداری و هنوز توی شوک مکافات صبحی. بعد متوجه میشی که همه تقصیرها رو انداختن گردن تو. بیورزه الان تو باید بری نون بخری نه بابات، پس اون موقع کی تا ظهر بخوابه. به خدا من میخواستم فقط یه تخم مرغ ساده بخورم که با زهرمار قاطیش کردیم. خلاصه بعد جمع کردن بساط صبحونه، اگه وسط هفته باشه که خوش به حالت، چون پدرت میره سر کار و فقط با مامانت سر و کله میزنی. وای به حالت اگه روزه تعطیل باشه، چون قراره تا شب کوبیده بشی. همش هم یه کیس برای مقایسه دارن. بچه فلانی رو دیدی 19 شده، بعد تو 18 شدی. البته ولی میدونم 18 شده باشی، ولی خب مثاله، به خودت نگی. خود من تا حالا نمره بالاتر از 13 رو ندیدم. خلاصه یه فوش آبدار به بچه فلانی و خود فلانی حواله میکنی، چون میدونی پدر فلانی مدیره، یا اگه مدیر نیست یه آدم سالمیه، سمی نیست. بعد پدرت پشت بند مامانت میگه که دیدی بچه فلانی رو رفته خارج برای ادامه تحصیل. بعد این الاف اینجا یه جوراب میکنه دستش و مسخره بازی در میاره. خب عزیزم، امثال شما هم رفتن شدن بیل گیتس و ایلان ماسک، شما چرا آقای ماسک نشدی؟ یه نوع مقایسه دیگه ای هم دارن که شما رو با جوونی خودشون مقایسه میکنن. بابات میگه من از دریا و کوه و کویر و ال و بل میرفتم تا برسم به مدرسه و درس بخونم، یا اینکه من وقتی سن تو بودم چند تا خونه داشتم، فلان داشتم، اینو داشتم. همشون هم یه چیزی مثل این میگن که مثلا اولین تلویزیون فامیل رو ما خریدیم. ممنونم، بیا این گل برای شما. داداش اون موقع دلار 106,000 تومان نبود، 106 تا تک تومانی بود. به این نکات اشاره نمی‌کنن چون به ضررشونه دیگه. تو به نکته‌ای که به ضررت اشاره می‌کنی. بالاخره هوا تاریک میشه و با خودت میگی خب الان دیگه خستن، کسی حوصله گیر دادن رو نداره و زرش. یک والد ایرانی همیشه یک مقدار انرژی نگه میداره برای گیر دادن. خلاصه میری روی تختی مبلی شل میکنی، لش میکنی که یکم توی اینستا چرخ بزنی که یهو پدرت فعال میشه. بس دیگه از صبح تا حالا زل زدی به این 20 ها. بعد خودش 6 ساعت بدون وقفه میشینه پای اینترنشنال نیوز و سارمی رو نگاه میکنه. آخر شبم یه بحث کلاسیک دارن. بعد فلان قدر اومده از بس که کولر میزنین و آب فلان قدر اومده از بس میرین همون. آقا اصلا چرا میرین همون؟ چتونه شماها؟ بوی عرقتون توی مترو هیچ مشکلی نداره به نظرم. عادی سازیش کنید لطفا. پدرم گناه دارن این همه پول آب ندن، آبی که هر روز قطع میشه. واقعا بعضی وقتا به این فکر میافتم که وقتی توی بالکن رو رخت دارم خشک میشم، گیرم رو باز کنم و بذارم باد ببرتم هر جا که دوست داره، هر جا غیر از اینجا، یا اینکه ببره ارتفاعات بعد ولم کنه. خلاصه تحمل کنین و مثل من کش بیاین، سوراخ نشین. چون اگه بشم یه خانواده سمی رو درست کرد، یه خانواده سمی ایرانی رو اصلا نمیشه درست کرد. هندزفری و داریوش اقبالی رو توصیه میکنم مصرف کنین. به سوالاتم زیاد پاسخ ندین. اگه پاسخ میدین کوتاه باشه، مثلا بگین باشه، چشم، حتما، آره، نه. درو هم ببندین اگه مشکلی ندارن. خداحافظ.